توی شرایطی که ما تحریم هستیم و اکثر برندها وارد کشور نمیشن، یه کشور کوچیک که اندازه یکی از استان‌های ایرانه یه دونه ماشین رو به صورت اختصاصی داره تولید میکنه برای خودش. دو تا پاترول کنار هم دیگه می‌بینید. نکته جالب اینه که این پاترول تولیدش سال 2004-5 متوقف شد، اما الان دوباره داره به سفارش کشورهای عربی تولید میشه و به دست اونا میرسه با یه قیمت فوق‌العاده و یه موتور حجم واقعا فوق‌العاده‌تر. فرق این دو تا اینه که این پاترول فقط توی کشورهای عربی داره عرضه میشه و این پاترول توی کل دنیا داره عرضه میشه و نکته جالب‌تر اینه که این یکی قیمتش از این یکی بیشتره. توی شرایطی که ما تحریم هستیم و اکثر برندها وارد کشور نمیشن، یه کشور کوچیک که اندازه یکی از استان‌های ایرانه یه دونه ماشین رو به صورت اختصاصی داره تولید میکنه برای خودش توسط خود نیسان. بریم داخلش رو بگیریم. یه ماشین فول سایز با ابهت با یه موتور حجم، یه اسب بخار زیاد و یه قیمت باور نکردنی. گارانتی بسیار جذاب. گارانتی ماشین 10 سال 1 میلیون کیلومتر و قیمتش یه چیزی حدود 20,000 دینار، یعنی کمتر از 3,500,000 تومانه.